های نمازخوان کم است، بی نهایت کم است. هزارها افسوس که بعض از برادرهای نمازخوان ما شکایت میکنن که با این زنی بی نماز چی کار کنیم؟ 5 سال شد، 10 سال شد، صبر داریم، تعلیم میدهیم، سخن ما نمیگذرد. زن ما نماز نمیخواند، هرچند حرکت میکنیم گاه میخواند گاه نمیخواند، مرا بیند میخواند مرا نبیند نمیخواند. افسوس که این گونه زنها، چندین زنها را جنازه کردیم، جوان دختر هم بود، میان ساله هم بود، لیکن وقتی میپرسیم در وقت دوره کردن نماز میخوان؟ نه، نماز نمیخوان. پس برای آدمی که نماز نخواند، وقتی که فرق در بین مسلمان و کافر نماز که باشد، پس دوره ملا و جنازه ملا و ختم ملا و این خیر احسان 1 ساله برای او چی فایده داشته باشد؟ چی فایده داشته باشد؟ وقتی که نماز بی نماز از شیطان دیده پستر باشد در قدر، یا خوک که در 4 جای قرآن خدا حرامش گفته است، وقتی از خوک دیده که پستر باشد، پس چی جای دیگر بیان کردن است؟ پیغمبر میگوید کدام زنی که نماز خواند، نماز به وقتش ادا کنند. امروز زنهای ما و شما را نظر کنید، اگر یک معرکه باشد میروند از ساعت 11 یا 12 می نشینند، عصر میگذرد و شام می آیند. کنیم اونها را از امون خاندان پرسین که کدام همین نماز خواند؟ هیچ کدامش نماز نمی خوانند. چی نماز پیشین هم فوت می شود، چی نماز عصر هم فوت می شود. اگر وقتی شام باشد شام شب نمی خوانند. لیکن در این کی گناهکار است؟ شوهرها گناهکار هستند. در این شوهرها گناهکار هستند که باید که زنها را تاکید کنند، زنها را تاکید کنند که وقتی نماز است. هر یک معرکه‌ای که میروی تو در او خاندان نه دختر هستی، نه کلین هستی، نه زنی او خاندار هستی، اما 1 ساعت 2 ساعت نشین خانه بیا بس. همون خاندار هم یعنی شما هستین، ما هستیم. کدام ما و شما را میفارد که یک مهمان آمده 10 ساعت در خانه من نشینه؟ با علل خصوص مثال همون توده‌ای که بجز غیبت، بجز گپ بیهوده چیزی در بین اونها وجود ندارد. این حقیقت است.